زبان روسی یکی از متداول‌ترین زبان‌های دنیاست و بیش از 260 میلیون نفر به آن سخن می‌گویند. جمهوری باشقیرستان یکی از بخش‌های روسیه است که در آن زبان روسی در بالاترین سطح تدریس می‌شود. در شهر اوفا، پایتخت باشقیرستان، در دانشگاه دولتی تربیت معلم باشقیرستان مرکزی وجود دارد که زبان آموزان خارجی از سراسر دنیا برای آموختن سریع و با کیفیت زبان روسی به آن می‌آیند. چرا برای آموختن زبان روسی باید به دانشگاه دولتی تربیت معلم باشقیرستان رفت؟ چون اینجا آموزش با کیفیت، چشمانداز خوب برای آینده، امنیت، شرایط مطلوب برای زندگی، شهریه مناسب، فرهنگ غنی و مکانهای دیدنی بسیار را دارد. مزایای یاد شده را جزئی تر بررسی می‌کنیم. آموزش با کیفیت. دانشگاه دولتی تربیت معلم باشقیرستان یکی از دانشگاه‌های مطرح تربیت معلم در روسیه میباشد و جزو دانشگاه‌های سازمان همکاری‌های شانگهای نیز هست. دانشگاه تجربه بالا و خوبی در آموزش زبان روسی به زبان آموزان خارجی کسب کرده است. دوره‌های زبان هم برای نوآموزان و هم برای سطح‌های بالاتر وجود دارند. ارتباط و معاشره دائم با روس زبان‌ها به آموزش زبان کمک شایانی می‌کند. فارغ التحصیلان می توانند آزمون‌های مختلف زبان روسی برای خارجیان جهت دریافت گواهینامه را بگذرانند. چشمانداز. دانستن زبان روسی به شما اجازه ادامه تحصیل در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد و دکترا را در هر دانشگاه روسیه می دهد و همچنین انجام فعالیت‌های روزنامه‌نگاری، انجام فعالیت‌های بازرگانی، کار در محیط‌های دیپلماتیک و دولتی، برقراری ارتباط با افراد مختلف. امنیت. در باشقیرستان قرنها اقوام مختلف با ادیان و فرهنگ‌های متفاوت در کنار هم در صلح زندگی می‌کنند. اینجا افرادی از بیش از 160 قوم مختلف زندگی می‌کنند. مدارا با اقوام و فرهنگ‌های مختلف در خون مردم محلی است. شرایط مطلوب برای زندگی. دانشجویان خارجی در خوابگاه‌های راحت دانشگاه در اتاق‌های 2 و 4 نفره زندگی می‌کنند. در اوفا علی‌رغم جمعیت بالای 1 میلیونی آن، زندگی آرامی در جریان است و هزینه زندگی بالا نیست. شهریه مناسب. تحصیل در بخش آماده سازی دانشجویان، پادفک، هزینه‌ای بالغ بر کمی بیش از $1000 دارد. هزینه‌ای بسیار کمتر از شهریه‌ها در مسکو و سنت پیترزبورگ. در پادفک در صورت دریافت بورس دولت روسیه میتوان رایگان تحصیل کرد. فرهنگ غنی و مکانهای دیدنی. اوفا شهری کهن است که در قرن 16 میلادی پایگذاری شد. در این شهر ساختمان‌های تاریخی و زیبا، پارک‌ها، فواره‌ها و مجسمه‌های منحصر به فرد، 9 تئاتر، چندین گالری و نمایشگاه هنری و بیش از 20 موزه وجود دارد. باشقیرستان سرزمین طبیعت شگفت‌انگیز است. شیخان، منطقه حفاظت شده شولگانتاش، پارک ملی باشقیرستان، کوه ایرمل و 10 منطقه دیگر که بسیار دیدنی هستند. به دانشگاه ما تشریف بیاورید. از دیدن شما خوشحال خواهیم شد.